برای محاسبه کردن کف بتون مگرتون که چقدر باید برید پایین، باید رجوع بکنید به نقشه های معماری و سازتون. اولی کار نقشه سازه و نقشه معماری کدای اعتباری با هم دیگه دبل چک کنید. اگر اوکی بود حالا بیاید سراغ نقشه سازی. روی نقشه سازی قسمت ستون ها اومده کد ارتفاعی تو پایین ترین قسمت به ما داده. اینجا نوشته روی فونداسیون، بتون روی فونداسیون منفی 6 و 10 باشه. این قسمت که من خط کشیدم نوشتم روی مگر، این قسمت رو به ما نداده، باید به دست بیاریم. کجا؟ میریم توی نقشه فونداسیون که نوه موتور گزارش گذاشته و کد ارتفاع فونداسیون رو نوشته. اگر دقت بکنید اینجا ارتفاع فونداسیون زده 1 متر، بتون مگرم زده 10 سانتی متر. 6 و 10 داشتیم به اضافه 1 متر میشه 7 و 10. این 10 سانت هم میشه 7 و 20، یعنی زیر بتون مگرمون، یعنی اون خاک که ما باید برداریم 7 متر و 10 باشه. اما چجوری برداشت بکنیم؟ میایم صفر پروژه رو در نظر میگیریم. ورودی پارکینگ یا رمپمون این قسمته و ما میایم جدول کار رو ما میگیریم وسط ورودی پارکینگ، این قسمت رو صفر در نظر میگیریم. یه مثبت 1 علامت میزنیم، میایم انتقال میدیم به کجا؟ به داخل پروژه. این مثبت 1. حالا از این مثبت 1 ما 7 متر رو 20 سانت که خودمون داشتیم، 1 متر هم اضافه شد 8 متر و 20 سانت از این خط بری پایین خاکو برداریم و رگلاژ بکنیم، میشه کف کار ما. 10 سانت بتون مگل میریزید. حالا باید 8 متر و 10 باشه از این مثبت 1.